سلام علیکم. در یکی از اردیبهشتی ترین روزهای سال باز هم ماییم و شما و رادیو پیک. اون هم کجا؟ روی خط ترمز انتخابات. ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی، بس که ماشالله محکمه راه نرفته پنچره، سرعت سیر این هتل از خر و گاو کمتره، صاحب بیلیا از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. امروز درگیر برنامه‌های پیک شادی هفته بودیم، دیدیم وقت کم آوردیم برای رادیو پیک. خلاصه بحث شد که امشب رادیو بدیم یا ندیم. بدیم یا ندیم. آقا چیکار کنیم؟ خدا هیچ مسلمونی رو شرمنده شنونده‌هاش نکنه. ان نهایت تصمیم گرفتیم که بدیم، ولی کوتاه. خلاصه برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد پیش. درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه، میدونستی که ماشین عظما سیدری بد جوری آب روغن قاطی کرده ها. تو سرازیری انتخابات به ریپ زدن افتاده که بیا و ببین. بله، زمین که سفت بشه گاوا شروع میکنن به شاخ زدن. حالا ببین کار به کجا رسیده که شیخ فرید تریپ مادر ترزا برداشته و از دیوار تفکیک جنسیتی و 38 سال زندان و اعدام و این چیزا شکایت میکنه. اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلدونن. بله دیگه، میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابوعطا میخونه. یکی نیست بگه آخه حسن فرفره، اونی که تو 23 تیر 59 تو نطق پیش از دستور مجلس میگفت توطئه‌گرها رو باید تو نماز جمعه تو ملأ عام به دار بکشن، من بودم. تو همین 38 سال دبیر شورای امنیت ملی نظام عمه جان بنده بود. کی بود که تو تیر 78 تو نماز جمعه گلو پاره میکرد که دانشجوها رو باید سرکوب کنیم؟ کی بود اولین بار تو اداره ها دستور حجاب اجباری رو داد؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ تو این 4 سالی که جناب عالی رئیس جمهور بودی این همه اعدام شد، چرا جیکت در نیامد؟ شب رأی بازی یادت افتاد که تو این مملکت اعدام و زندان هم هست؟ اینطور که این شیخ فری داره پیش میره کم کم میگه من چند سال مبارزه آزادخانه کردم، اوین بودم، کهریزکی شدم، اصلا شده یه پا اپوزیسیون واسه خودش. حاجی تو با خودت چندی؟ دروغی تو دروغی، من با تو بدبسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که رو شناختمه، از دروغات خسته شدم، من با تو بدبسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که رو شناختمه، از دروغات خسته شدم. این کاندیداهای انتخاباتی طوری دروغ میگن که آدم فشار خونش میچسبه به سقف. این وقاحت و پرروگریشون طوری آدمو هرس میده که در حد سکته. آقا ما یه فامیل داشتیم، این بنده خدا حالش خیلی بد بود، اصلا بد احوال بود. یه روز تصمیم گرفت خودکشی کنه. رفت دربند تهران، خودشو رسوند بالای یه صخره، به گردنش هم طناب بست، یکم مرگ موش هم خورد، هیچی دیگه چشتون روز بعد نبینه، پرید پایینو با گوله به خودش شلیک کرد. اصلا یه جوری قصد خودکشی کرده بود که هیچ جوری زنده نمونه. همینطور که رو هوا معلق بود و با مغز داشت میرفت به سمت پایین دره، از قضا گوله خورد تو طناب و پارش کرد، اینم پرت شد تو رودخونه، آب رفت تو گلوش، سم از بدنش خارج شد، آتیش هم که خاموش شد و خلاصه زنده موند. با 1000 سلام و صلوات آوردیمش خونه حالش جا بیاد. تا نشست تلویزیون رو روشن کردیم، دیدیم داره مناظره کاندیداها پخش میشه. هیچی دیگه، خدا اموات شما رو هم بیامرزه، بنده خدا مرد خوبی بود. وقتی رفتی همه چی رفت، حتی لبخند گل یاس توی سینه بی تپش شد، اون همه قلب پر احساس، نه لبت بخنده باشد، نه وداعی کردی با من، درد و نفرین بر سفر باد، سفر 1000 نکته ناگفته. سردار خالیباف گفته مصمم هستم دست 4% ها رو قطع کنم. حالا چاقو ممکنه دسته خودشو ببره، ولی سنگ پا که دیگه آخه دسته نداره. یکی نوشته بود نوستالژیم اینه که قالیباف فقط 4% رای بیاره. چه شود؟ این
این داستان 4% خیلی گر گرفته. اصلا خود 4% هم دارن باهاش حال میکنن. امروز راننده 2 ماشین لاکچری سر جای پارک دعواشون شده بود. یکیشون برگشت به موکی گفت تو رو خدا ببین با کیا شدیم 4%. رئیسی سخنرانیش تو دانشگاه تهران لغو کرد و گفت علتش فشردگی برنامه هاست. بله، ما هم باور کردیم که اصلا هیچ ربطی به سوالای دانشجوها درباره قتل عام و دار و آستان قدس و این حرفا نداره. حجت الاعدام ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوال شیخ فری که پرسیده بود چرا مالیات نمیدی، گفت امام خودشون گفته بودن که ما مالیات ندیم. چطور این تیکه از حرفای امام گور به گور شدت یادت مونده، اما اونجایی که گفت آب و برق رو مجانی میکنیم، پول نفت رو میاریم سر سفره‌ها یادت رفته؟ حافظه که نیست، حافظه ماهیه. میرسلیم اسم دولتشو گذاشته راستی و دوستی. داداچ داری اشتباه میزنی، اون مستی و راستیه. بعدم تازه ادعا میکنه که خیلی خوب میشه سیاست‌های دانش بنیان رو تقویت کرد و شغل ایجاد کرد. بابا تو رو چه به این حرفا؟ تو بگو راه حلت برای مناقشات کشمیر چیه؟ روحانی گفته ما آزادی انتخاب تفریح برای ساعت فراغت میخوایم. حاجی تو اگه میتونستی ساعت اشتغال جوونا رو پر میکردی، ساعت فراغت پیشکش. هاشمی طبا تا اینجا بهترین برنامه ها رو ارائه کرده. هر معضلی که در موردش میپرسن میگه در محدوده وظایف دولت نیست. آقا به طرفدارای تتلو خواننده ولایت مدار میگن تتلیتی. به طرفدارای کاپیتان قالیباف ولایت مدار هم میگن قاقالیلی. اینجا دیاری است که برخی هر روز ایده های بهشتی میفروشند، اما خودشان سوار ماشین های ضد گلوله میشوند و به بهترین بیمارستان های دنیا میروند تا ورودشان به بهشت را تا حد ممکن به تعویق بیاندازند و مردم را برای مداوا به امامزاده ها میفرستند. هوای امامزاده همیشه مقدسه، اونجا دل تنگی تو بسته یک نفسه. ما هم که همه توجهمون رفته تو انتخابات ریاست جمهوری و اصلا یادمون رفته این لابلالالوها یه انتخابات شورای شهری هم هست. همه کاندیداها هم که تازه وارد و ناشناخته، یه جورایی سرندیپیتی، یعنی تو 1000 تاشون بگردی یه آدم سرشناس پیدا نمی‌کنی. اصلا بیکفایتی و ناشناختگیشون به کنار، شوربختانه هیچ تجربه و هیچ برنامه‌ای هم ندارن. از کاندید شدن فقط اینو یاد گرفتن که در و دیوار شهر رو از تراکت و اعلامیه پر کنن و گند بزنن به فضای شهری. تراکتای جور و جور، مخصوصا از این عکس‌ها هست که پشت میز نشستن، پرچم ایران پشت زمینه، یه خودکار دستشون، یه انگشتر عقیق و نگاه به افق‌های دور. اینا اینطوری فکر میکنن هر کی تو عکس تراکت و اعلامیه‌اش خوش‌تیپ‌تر باشه رأی بیشتری میاره. مثل همین فامیل ما، یه بابا بزرگ خوش‌تیپ و سرزبوندار بود که خیلی هم خوش عکس بود بنده خدا. 4 سال پیش قبل از انتخابات فوت کرد. اعلامیه فوتشو چسبوندن در و دیوار. خلاصه سرتون رو درد نیارن، بعد از انتخابات 253,000 تا رأی داشت. قانونا باید رئیس شورای شهر میشد. خدا رحمتت کنه رئیس. بابا بزرگ دلم برات تنگ شده، بدون تو شیشه دل سنگ شده، دل منو تو هر گوشه شکسته، یاد تو درد و دل و مرهم شده. بابای منی بابا بزرگ، بابای من. آقا یه روستایی بود که توش یک کشاورزی زندگی میکرد به نام براتلی. این آقا براتلی که 11 تا پسرم داشت، پسراش هم ماشاءالله قوی و نیرومند. کد خدا و دم و دستگاش هر وقت کار سخت و طاقت فرسا داشتن، براتلی و پسراشو صدا میکردن که بابا شما اهالی این روستایید، باید کمک کنید، ال کنید، بل کنید، جیمبل کنید. اما موقع جشن و سور و مهمونی و بخور که میشد، کد خدا میگفت که این براتلی رو خبر نکنین بابا، 11 تا بچه داره، همه ماشاءالله بخور. حالا این حکایت نمایش انتخابات تو ایرانه و کاسه گدایی آخوندا جلوی مردم که آی بیایید رأی بدید، آی بیایید رأی بدید. اما دور نیست روزی که براتلی و بچه‌هاش بزنن به سیم آخر و بساط کد خدا و باقی مفخورا رو چپ کنن. آسم و آرا گرفت خدا دونه تیره به تیره کی دیگه دوتاده او خدا دونه باید بمیره. شادابی مرد جنگی خدا دونه پیرنگه دانی ساقت سالدار بخورم خدا دونه لاشن دامی
جنگ